متری 6.5 فیلمی در ژانر پلیسی و اجتماعی که در سال 1397 ساخته شد و در زمان خودش خیلی طرفدار پیدا کرد. من خودم به شخصه بعد از گذشت 5 سال از پخش این فیلم بازم مشتاقم این فیلم جذاب رو نگاه کنم. مثل همیشه با لایک و سابسکرایب هاتون به هم انرژی بدین و بدون معطلی بریم فیلم رو ببینیم. فیلم از یه تیم پلیسی شروع میشه که به دنبال مجرمی به اسم ناصر خاکساد که بزرگترین باند پخش مواد مخدر در کشور رو داره هستن. به خونه یکی از مجرمای پخش مواد مخدر به اسم رضا مرادی میرن که از طریق اون بتونن به ناصر خاکساد برسن. تمام خونه رو میگردن که مواد پیدا کنن ولی چیزی پیدا نمیکنن تا اینکه رضا مرادی به خونه میاد و اونو دستگیر میکنن و این دفعه سگ‌های پلیس رو میارن که بتونه مواد رو پیدا کنه ولی باز هم چیزی گیرشون نمیاد. تا اینکه زن و بچه رضا مرادی از ماشین پلیس پیاده میشن و سگ به طرف زن رضا مرادی حمله میکنه. اونو متوجه میشن که مواد رو داخل شکم زنش جاسازی کرده. رضا مرادی و خانواده‌اش رو به پاسگاه میبرن و ازش بازجویی میکنن. رضا میگه که مواد رو از شخصی به نام ناصر خاکساد میگرفته. اوایلش به خودش زنگ میزده ولی کس دیگه مواد رو تحویل میداده، ولی الان من مواد رو از حسن دلیری میگیرم. اصلا حسن دلیری کسیه که منو به ناصر خاکساد وصل کرده. رضا گفت که فردا قرار حسن دلیری به ژاپن بره. فردا به فرودگاه میرن و اون و 3 نفری که همراهش بود رو میگیرن. از دستگاه که ردشون میکنن متوجه میشن که مواد رو توی شکمشون جاسازی کرده. از حسن دلیری بازجویی میکنن، بهش میگن که اگه جای ناصر خاکساد رو بهمون نگید تمام جنایت ها، تشکیل باند و همه اینا رو توی پرونده‌ات مینویسی و به قاضی میدیم که حکم رو صادر کنه. حسن دلیری میگه که خواهرزادم نامزد قبلی ناصر بوده، شاید اون الان بدونه که ناصر کجاست. خواهرزاده حسن دلیری رو به پاسگاه میارن و بهشون میگه که من چند روز دیگه عروسیمه، اگه نامزدم بفهمه برام بد میشه و اونو تهدید میکنن که اگه جای ناصر خاکساد رو بهمون نگی بازداشتت میکنی. اون هم مجبور میشه و قبول میکنه. آدرس خونه ناصر خاکساد رو میده ولی وقتی پلیسا به اونجا میرن میبینن که میخواسته خودکشی کنه و قرص خورده. سریع آمبولانس رو خبر میکنن. وقتی که به هوش میاد میبرنش پاسگاه و اونجا حسن دلیری رو تهدید میکنه که اگه گردن نگیره بلای بدی سرش میاره. همون موقع که از پلیسا سراغش میاد و ناصر بهش میگه که هر مبلغی که بخوای براس کارت به کارت میکنم، فقط منو از اینجا ببر. اما اون قبول نمیکنه. فردا شب ناصر رو میبرن برای تشکیل پرونده. اون موقع انگشت‌نگاری اسم و فامیلش رو ناصر خاکساد میگه ولی در واقع اسم واقعیش علی رستمیه و 2 سال پیش با 9 کیلو شیشه دستگیر شده ولی اعدام نشده. اونو به یکی از سلول‌های پاسگاه میبرن و یکی از پلیسا به سلول میاد و اون رو با خودش بیرون میبره و بهش میگه که پرویز عباسی از آدمای توئه. ناصر اونو نمیشناسه. بهش میگه که همونی که بچه رو دزدید و ته در انداخت. ناصر بی اطلاع میکنه از این قضیه. داستان از این قراره که دختر ایشون رو کسی به اسم پرویز عباسی و رضا ژاپنی میدوزه و دخترش رو ته دره میندازن و به اسم ناصر خاکساد تموم میکنن. ناصر رو به سلول میبرن و از یکی از همسلولی هاش که آشنا هم هست موبایل میگیره و با بقیه تماس میگیره که براش یه کاری بکنن و بهشون میگه که به من اتهام بچه دزدی زدن و بهشون میگه که هر جور شده رضا ژاپنی رو پیدا کنن که این اتهام از اون برداشته بشه. روز بعدش مجدد ناصر به اون مأمور پیشنهاد رشوه میده ولی باز هم قبول نمیکنه. فردا ناصر خاکساد رو میبرن به طرف دادگاه و توی ماشین در مورد بچه مأموری که کشته بود حرف میزنن. ناصر که میبینه هیچ جوره نمیتونه این اتهام رو از خودش برداره آدرس رضا ژاپنی رو بهشون میده. به اونجا میرن و همشون رو دستگیر میکنن. یه دفعه صدای انفجار میاد و تمام مأمورها میرن کمک. ناصر که میبینه موقعیت خوبیه سعی میکنه دستهاش رو باز کنه و فرار کنه ولی هیچ جوره نمیتونه. فردا پیش قاضی میرن و ناصر میگه که آقا ما از روی شیکم سیری این کارا رو نکردیم که. قاضی بهش میگه که تمام اموال و دارایی هایی که به اسم خواهر، مادر، پدر و همه اعضای خانواده‌ات کردی قانون مصادره میکنه. با خانواده ناصر تماس میگیرن و وقت ملاقات میگیرن که قبل از اعدام بتونه یه بار دیگه خانواده‌اش رو ببینه. نزدیک صبح میشه و تمام مجرم ها و ناصر خاکساد رو به جایگاه میبرن و اعدام میکنن. ممنونم از کسایی که تا اینجا منو همراهی کردن. این فیلم فوق‌العاده نشون دهنده فقر و دستتنگی کسایی که هیچ جوره نمیتونن توی کشورشون پیشرفت کنن و به ناچار به سراغ فروش مواد میرن.
به امید روزی که ریشه فقر از کشورمون برداشته بشه. نظرتون رو حتما در مورد این فیلم برام کامنت کنید.